پس شما یه پولی داری، مثلا یه اسکناس 50 تومانی، نمیتونی بگی پول ندارم تو جیبم، مثلا یه اسکناس 50 تو جیبت، ولی این پول انقدر بی ارزشه که نداشته باشی سنگین‌تری. ولی یه موقع هست شما هیچ پولی تو جیبت نداری. اون موقعی که شما هیچ پولی تو جیبت نداری انگار صفر مطلقه. اون موقعی که شما پول داری ولی این پول دیگه واقعا خود صفره، بهش میگن صفر حدی. پس مفهوم این دوتا رو با هم دیگه بفهمیم. اما عدد به روی صفر حدی حاصلش میشه بی نهایت. پایین صفر مطلق، بالا هر چی که باشه بهش میگی تعریف نشده. صفر مطلق به روی صفر مطلق چی میشه؟ دارم میگم بالا هر چی که باشه بازم این میشه تعریف نشده. گرفتی داستان؟ اما پایین صفر حدی بالا صفر مطلق حاصل میشه صفر. صفر حدی به روی صفر حدی مبهمه بچه‌ها، ما نمیدونیم، باید بریم رفع ابهام کنیم.